اگر ما بتوانیم فرهنگ قرض الحسنه را در جامعه احیا بکنیم، عزیزانی که توان دارد یک مبلغی را در مؤسسات بگذارند تا ما بتوانیم از طریق قرض الحسنه گره کار مؤمنان را باز کنیم. انفاق را 10 برابر پاداش، ولی قرض الحسنه 18 برابر پاداش. لذا من از خیرین عزیز، اون بزرگوارانی که الحمدلله دستشون بازه، در مسئله قرض الحسنه یک همتی داشته باشند تا ما از این طریق بتوانیم مشکلات مردم، مشکلات فقرا و مستمندان جامعه خودمون رو انشاءالله برطرف کنیم. صندوق قرض الحسنه مؤسسه خیری سید الشهدا از سال 1377 تأسیس شده. با همت شما دوستان و بزرگواران و تا به حال ادامه داده به کار خود. و یک چیزی که جای تأسف و متاسفانه الان صندوق 250 میلیون تومان بدن سرمایه داره که با این هیچ کفاف نمیکنه. به خاطر از اینکه قبلا یک کسی که می آمد تقاضای وام میکرد، مثلا میگفت 500,000 تومان برای ما وام بدیم که میخوام خونه رن کنم، بچه داماد کنم اینا در اون سالا. ولی الان هر کی میز حداقل 20 میلیون تومان، خیلی که کم میگه 10 میلیون تومان میگه گیری از کار ما باشه 10 میلیون تومان برای ما بدیم. متاسفانه این پولی که ما داریم گنجایش نداره و فقط تقاضا ما از دوستان همیشه مؤسسه خیری سید الشهدا رو یاری کردن. تقاضا ما اینه که بزرگواری کنن، لطف کنن صندوق قرض الحسنه که ثوابای 18 برابر از صدقه انشالله ما رو یاری کنن، کمک کنن. مستاجرم، من خودم به خونه کار بسپندی میکنم، از صبح تا شب شاید روز 50 تومن 60 تومن درآمد داشته باشم. الان 2 ماهی که ما از خونه جواب کرده، 2 ماهی من به دنبال خونه میگردم. 70 میلیونم بیشتر من ندارم، تمام زندگی به سرمایه گذاری ما 70 میلیون. یک خونه 40 متری هم رفتم دیدم، میگه 120 میلیون، میگه بدین برج 2 میلیون هم کرایه. صاحب خونه گفته 5 ماهه، گفته به بعد از 6 ماه باید 50 تومن دیگه هم بدی که این کم یا باید بیرون شیم. هم رهن خونه مشکل اینا پیشان بده. من الان چند وقت دارم میایم برای همین انگار وام ماستم 15 میلیون پول پیش داره. الان وقتی که مریض شده پول جاری خونه نداده بیسا. تقاضا داریم از خیرین و سراسر جهان برای ما پول قرض الحسنه بدیم، تمن بدیم، تمن هم بگیریم. هر وقتی هم که خواستیم ما تمن شما 5 روز قبل میگیم ما پول شما برمیگردانیم برای شما تا کار از این مردم راه بفته که انشالله که خدا خیر و برکت بده برای همه شما.